برنامه قبلی من طوری بود که برای رسیدن به اینجا فکر میکردم حدود 20 دقیقه وقت کافی است، تنظیم کردم و متاسفانه حدود 1 ساعت 55 دقیقه طول کشید به خاطر گرفتاری در ترافیک. و این فاجعه است که به محض آمدن 1 قطره باران یا چند قطره برف این چنین اختلال در وضع رفت آمد ایجاد می شود. با اینکه مسئول ساماندهی شهر و سازماندهی رفت آمد دولت مستقیما نیست، من باز هم به خاطر بسیاری از گناه‌ها و قصورها و تقصیرهای نداشته پیش قدم میشم و از شما از طرف کسانی که این چنین وضعی را نمیتونن اداره بکنن معذرت میخوام. دیشب تو 23 دیدید و شنیدید که آقای خاتمی از ترافیک تهران انتقاد کرده بود و به خاطر دیر کردن در همین ترافیک گفته بود 50 دقیقه دیرتر رسیدم. پاسخ احمدی نژاد رو بشنوید که گفته از این ماجرا هم خوشحالم هم ناراحت. ما تشکر میکنیم هر کس انتقاد بکنه. خب خیلی خوبه فرهنگ انتقاد در کشور باب بشود، اما از اینکه رئیس جمهور محترم دیروز متوقف شدن در ترافیک ما هم خوشحال شدیم هم متاسف شدیم. خوشحال از اینکه بالاخره در پایان 8 سال 1 بار ایشون از نزدیک مشکلات مردم رو لمس کردن و متاسف از اینکه چقدر دیر و تازه شاید فهمیدیم چرا ما چقدر فریاد میزنیم خیلی نافذ نیست و هرچی مکاتبه میکنیم خیلی تأثیری در حوزه دستگاه اجرایی پیدا نمیکنه. ایشون در اون روز مورد نظر از خط ویژه استفاده نکردن، از اسکورت استفاده نکردن. حالا شاید شبیه مردم عادی اومدن، این خیلی قابل تمجیده و تشکر کنیم که بالاخره رئیس جمهور مثل مردم عادی حرکت بکنه. اما نظر میاد دیر شد، اما بازم فرصت هست. به نظرم 3 ماه فرصت خوبی است که کارهای بزرگی انجام بشود. برکاتی داره حتما. امیدواریم این منعکس بشه در درون همکاران ایشون در دستگاه اجرایی و همکاری کنن با مدیریت شهری. این انتقاد وارد هست یا نه؟ این که ترافیک مشکل داره که حرف جدیدی نیست، یعنی یک نوآوری نیست، یعنی کشف جدیدی نیست که تهران دچار مشکل هست و به نظرم این مشکل هم در 1 سال و 11 ماهی که ما اومدیم ایجاد نشده. من فکر میکنم اگر تلاش‌هایی که توی این مدت انجام شد نبود حتما ایشون باید 2 ساعت و 50 دقیقه معطل میموندن. اما اگر همکاران ایشون همراهی بیشتری میکردن با مدیریت شهری چه بسا این 50 دقیقه به کمتر از 20 دقیقه تبدیل میشد. راهبندان 60 کیلومتری در جاده جیرفت کرمان 7 ساعت این جاده ترانزیتی را بست. متاسفانه به دلیل عرض کم باند مسیر و همچنین تونل هایی که در مسیر هست بیش از 13 تونل وجود داره این مشکل طبیعیه که به وجود بیاد و بر اساس همین پیگیری هایی شده که این مسیر دوبانده بشه که انشاءالله مسئولین مربوطه در این رابطه قطعا نظر مثبت خواهند داد. من باز هم به خاطر بسیاری از گناه‌ها و قصورها و تقصیرهای نداشته پیش قدم میشم و از شما از طرف کسانی که این چنین وضعی را نمیتونن اداره بکنن معذرت میخوام.